آقا مجیدی خسته نباشین. خوبی شما؟ اینجا چیکار می‌کنید آقا؟ برای بازی اومدیم دیگه. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. به هر حال هم هیچ وقت فکر نمی‌کردم بیام هیچ وقت بازی پرسپولیس رو ببینم، ولی برای بازی داداشم اومده بودم. داداشتون کی مقصر بود به نظر تماشاگرها مقصر بودن یا فرهاد مجیدی؟ برای چی؟ این اتفاقی که افتاد به هر حال اتفاق حاشیه‌ای که افتاد، فرهاد پیرهنشو ماچ می‌کرد. من فکر می‌کنم که فرهاد کار اشتباهی انجام نداده. به عنوان استقلالی هنوز استقلالی و خودم استقلالیم و دوست داشتم بازی رو ببینم، ولی بیام توی ورزشگاهی که همه قرمزن، ولی به خاطر داداشم اومده. آخه عدد 4 نشون میداد. 4 تا گل زده بود، به خاطر اون نشون. مرسی، ممنون. چرا آقای مجیدی؟ میخوام ببخشید. رفتار تماشاگر پرسپولیس با فرهاد مجیدی به نظرتون درست بود یا نه؟ من نظر خاصی نمیتونم بدم ان شاء الله. 50-50 مقصر بودن. حالا نمیشه نظری داد متاسفانه. حالا هر اتفاقی که میفته جزئی از فوتبال و حالا چه خوب چه بد این چیزی که متاسفانه همیشه بوده و بعد از اینم خواهد بود. منم به زیر پیرهنم میتونم هر رنگی که دوست دارم بپوشم. دیگه قوانین حالا فیفا حالا اف سی حالا به این چیزا دیگه کاری نداره که شما الا بعد هم رنگ لباستون باشه، نمیدونم هم رنگ چیز، یعنی رنگ خاصی نپوشید. این چیزا نیستش. و هر شاید رنگی دوست دارم میتونن بپوشن، مشکلی نبوده.